من صابرزاده غفورجان میرزاعلی نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه یک مانداتی انتخاباتی ترسونزاده 5 پیشبر از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان می باشم. قبل از معرفی برنامه پیش از انتخاباتی خود می خواهم قید نمایم که برنامه ما از برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که رهبری آن را پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بر ذمه دارند و پیام نوبتی پرزیدنت کشور با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی سرچشمه می‌گیرد. مورد ذکر است که در پیام نوبتی پرزیدنت کشور هدف عالی سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت ملی، رشد استوار اقتصادی ملی و باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم معین گردیده است که هدف و مقصد اساسی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون حزب پیشبرنده سیاست دولت و حکومت همین است. ضمناً یادآور باید شد که برای رسیدن به این هدف عالی سال 2016 استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 قبول گردید. در این روند تا کنون دو برنامه میان مهلت تطبیق این استراتژی قبول و عملی گردیده است. همزمان در اساس استراتژی ملی رشد از جانب حکومت مملکت 4 هدف استراتژی که اینها تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی، تأمین امنیت عضوخواری و صنعت کنونی با سرعت کشور می باشند. باید گفت که برای نائل شوی به هدف‌های استراتژی گذاشته شده در نتیجه سیاست خردمندانه محترم پیشوای ملت و عملی نمودن یک قطار تدبیرهای سریوقتی اکثر این هدف‌ها اجرا گردیدند. یعنی طبق استراتژی مذکور همه ساله باید رشد مجموعی محصولات داخلی نه کم از 7% تامین گردد. چطوری که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری کشور قید گردید، در 5 سال اخیر رشد مجموعی محصولات داخلی با حساب میانه 7.7% را تشکیل داده. تنها سال 2024 آن به 8.4% برابر شد که این از اجرای برزیادی هدف استراتژی در پیش گذاشته شده درک می‌دهد. اگر در سال 2019 حجم استحصال محصولات صنعتی 27 میلیارد سومانی باشد، این نشان دهنده در سال 2024 زیاده از 53 میلیارد سومانی را تشکیل داد که 2 برابر زیاد می باشد. در این دوره بیش از 2040 کارخانه صنعتی و 74,000 جایهای نوی کاری تأسیس داده شدند. همزمان در ساحه کشاورزی نیز نشان دهنده های آماری ساحه 1.9 برابر یعنی از 39 میلیارد سومانی سال 2019 در سال 2024 به 73 میلیارد سومانی افزایش یافته است. رشد ساحه های بالاذکر باعث گردیدند که سطح و صفت زندگی مردم نیز به مراتب بالا رود. اینچنین باید درج نماییم که به سبب عامل های بالاروی سطح نیک احوالی مردم عملی نمودن یک قطار تدبیرهای سودمند از جانب پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امام علی رحمان می باشد. در دوام 4 سال اخیر از جانب سرور دولت مزد مهنت کارمندان تشکیلات و مؤسسه های بودجتی 4 مرتبه بلند برداشته شده. در این دوره 100% مزد مهنت آنها بالا رفت. همزمان سطح تورم معتدل نگاه داشته شده در این روند 30% را تشکیل داد. نشان دهنده های بالا بازگوی آن هستند که در 5 سال آخر درآمد پولی اهالی 70% افزایش یافتند. وکیل بودن نه تنها افتخار بلکه مسئولیت است، زیرا مجلس عالی کشور مقام عالی قانونگذاری مملکت بوده. عهدهداری وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی این از تهیه و قبول لایحه‌های قانون‌های جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق عبارت میباشد. یعنی حصه‌گذاری در رشد همه‌جانبه زندگی شایسته مردم سربلند کشور است. سمت‌های اساسی برنامه نامزدی من حفظ ارزش‌های دولت، دستاوردهای استقلالیت، تحکیم وحدت یگانگی تاجیکستان و بلند برداشتن سطح نیک احوالی ساکنان کشور میباشد. در برنامه و مسئله های تطبیق ولایت قانون،
ارزگذاری به حقوق‌های شهروندان و بیدار نمودن احساس خودشناسی ملی اعتبار جدی داده شده است. اینچنین در برنامه نامزدی وابسته به مسائل تطبیق هدف‌های عالی سیاست دولت و حکومت، اجرای پروژه استراتژی ملی رشد و برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان توجه خاص ظاهر شده است که علاوه خاطررسان می‌سازم که اساسی آن را در عمل جاری نمودن پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌دهد. می‌خواهم در انجام قید نمایم که من پیش از همه همچون شهروند این سرزمین بهشت آسا و بعدا همچون نامزد از حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان از سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شکرگزار بوده و قدر تنجی و صلح و ثبات و یکپارچگی این وطن رسیده آبروی نفوذ تاجیکستان را یکجا در عرصه جهانی دوچند بالا برداریم. از توجهتان سپاسگزارم.